بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. چی خیل انسان بیمار خودش را رقیه میخواند، رقیه شرعی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند: ضع یدک علی الذی تألم من جسدک و قل بسم الله ثلاثا و قل 7 مرات اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. آن حضرت علیه السلام گفتند: دستت را در جایی که از جسدت درد میکند در بالای آن گذار و 3 بار بگو بسم الله بسم الله بسم الله و 7 بار دیگر این دعا را بخوان: اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. همین را 7 بار همین دعا را تکرار کن. از الله منان امیدوار هستیم که شفای کامل عاجل عطا می‌فرماید. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.